بازی‌های المپیک توکیو 2020 برای جودوکاری تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان انجام یافت. او را حریف فرانسویش مغلوب کرد. تاجیکستان را در بازی‌های المپیک توکیو 2020 در رشته جودو 4 ورزشکار نمایندگی می‌کند که همکنون این مسابقه برای 3 جودوکاری تاجیک انجام یافت. درست قبل سامان پس از 2 برد و اکمل پس از 1 پیروزی مغلوب شدند. روز 28 ایول در پنجمین روز مسابقات کامرانشاه به میدان مبارزه وارد شد، اما نبرد او با باخت انجامید. فدراسیون جودوی تاجیکستان میگوید کامرانشاه در دوره اول آزاد بود و رقابت را از دوره دوم مقابل جودوکاری فرانسه اکسل کلگرت آغاز کرد. کامرانشاه در گلدن اسکار با اصول بوقی کردن مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت، گفته می شود در خبر منبع. همین طریق امید یگانه تاجیکستان در رشته جودو تیمور رحیموف است که محاربه او روز 30 ایول صورت میگیرد. تیمور در دوره اول با اندی گرانده جودوکاری کوبا قوبا می آزماید. بازی‌های المپیک توکیو 2020 تا 8 آگوست سال جاری ادامه خواهد یافت.